ما با همکارا به مرور آموخته‌های روز قبل به صورت تئوری خدمتشون ارائه شد روی اسب زنده و عملی یک دو رأس اسب رو معاینه کردیم، هم در حالت استراحت معاینه کردیم هم در حالت حرکت و الان مشغول بررسی سایت‌های نرو بلاک و سایت‌های تزریق مفصلی هستیم. چون اسب زنده داریم ما تزریقات رو انجام نمیدیم، فقط سایت ها رو به همکاران نشون دادیم و الان مشغول تمرین هستن در روز دوم که سایت های تزریق رو مشاهده بکنن که بتونه اندامش رو ببره جلو. وقتی که نمیتونه کارپش رو خم کنه نهایتا این اندام قدامی رو داره همینجوری روی زمین میکشه و میبره، چون اصلا کارپش کار نمیکنه. در واقع حرکت آفرین، اصلا فلکس کردن این نداره که بخواد دستش و پایش رو بیاره بالا درود بر شما، سوینگ نداره، ولی در نهایت مجبورم هست بره جلو. گفتیم توی لنگش‌های ناشی از درد اگه باشه حیوان سعی میکنه لود وزنش رو یه جوری تغییر بده که درد کمتری بکشه. توی لنگش‌های با منشأ بایومکانیکی باشه حیوان سعی میکنه یه جوری خودش رو مطابقت بده بالاخره اندام رو همراه خودش ببره جلو. اینجا داریم میبینیم با توجه به اینکه اصلا کارپش فلکس نمیشه ولی باید هم بره جلو، نهایت کاری که میتونه بکنه کل این اندام با هم داریم از بالا تا پایین میکشه روی زمین.